گریه‌های جانسوز سیتا قاسمی به خاطر قیس الفت، اما چرا؟ آیا به واقعیت قیس الفت شاهزاده غزل افغانستان وفات کرده است؟ افشای حقایق و ناگفته‌های زندگی سیتا قاسمی در کشور دبی و طلاق سیتا قاسمی از همسر دومش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. سیتا قاسمی، هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار و سلیره در هنر موسیقی افغانستان بوده است. سیتا بعد از آنکه از همسر اولش جدا شد و کارهای هنر موسیقیش آغاز کرد. در ابتدا شعر می‌سرود و برای هنرمندان دیگر تحفه میداد، اما اولین آهنگش را با ولی جازی نشر کرد. در آن زمان سیتا قاسمی ظاهرش را برای دوستداران و طرفداران صدایش نشان نمیداد، اما رفته رفته آهنگ‌های عاشقانه و معنی سیتا قاسمی در میان مردم افغانستان وی را به اوج شهرت و محبوبیت رساند. سیتا قاسمی با شفیق مرید چندین آهنگ عاشقانه هم سروده است. سیتا در کشور آلمان با دخترانش زندگی می کند، اما گاه سفرهای هنری به تاجیکستان، ترکیه و دبی داشته است. این روزها تصاویر سیتا قاسمی در صفحات مجازی نشر می شود که وی با یک مرد عرب در کشور دبی ازدواج کرده است، اما تاکنون این خبر به گونه واضح و آشکارا از طرف سیتا قاسمی تایید نشده است. اما گریه‌های جانسوز سیتا قاسمی در صفحات مجازی وی را بار دیگر سرخط رسانه‌های مجازی کرده است که گویا قیس الفت شاهزاده غزل افغانستان وفات کرده است، اما تمام این خبرها شایعات بوده است. قیس الفت زندگی خوش و آرامی داشته است و در کشور کانادا با خانواده‌اش زندگی دارد و قرار است با برادرش کنسرت جدیدش را برگزار کند. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای سیتا قاسمی با جمع دیگر هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سیتا قاسمی به اشتراک بگذارید. برای حمایت از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده. موفق کامیاب باشید.